در تعهد حرفی در حوزه سلامت یکی از ارکانش مقدم دونستن منافع بیمار، خیر صلاح بیمار بر صلاح خوده. یکی دیگه از ارکان تعهد حرفه‌ای مهارت منه، دانش و مهارت منه. نگاه جامعه هم به این سمت سو رفته که پزشکی هم متاسفانه خیلی تجاری شده به نظر میرسه. تجهیزات پزشکی بسیار گران قیمت هست و اونایی که میسازن طوری هم میسازن که این دستگاه 10 سال عمرشه. سلامت یک امر وجودیه که باید ازش مراقبت بشه. دوستانی که پادکست رو میبینن از این جمله من خیلی خوششون نیاد، نپسندن، ولی نوع جراحی‌های زیبایی نیاز القاییه. بلنده رو بگم یه دوره از اول. سلام، اینجا پادکست تعالی سازانه. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. واقعا افتخار بزرگیه امروز در خدمت شما هستم و میتونیم با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم. اگر علاقه‌مندید سلامی داشته باشین ابتدا موضوع و بعد من در خدمت شما هستم. منم عرض سلام دارم، تشکر میکنم از لطف شما، از بزرگواری شما. خوشحالم که در خدمتون هستم تو این برنامه و عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو خواهند. خیلی متشکرم ازتون. واقعا این بر ما چه خوشحالیه که من این سالها که توی بهداشت درمان یزد کار میکنم، از سال 94 در واقع که وارد استان شدم، هر جا که نام شریف شما به گوش بنده میخورد همراه با کلمه استاد میادش. واقعا این نشون دهنده احترامیه که دوستان برای شما قائل هستن و کارهایی که شما انجام دادید. خیلی ممنون میشم اگر یک معرفی مختصری از تجربه کاری پربار خودتون و تجربه زندگی، هر قسمتی که فکر میکنید علاقه‌مند هستید که در موردش گفتگو بکنید و صحبت بکنید داشته باشید، ممنونتون میشم. احمد حائریان، متولد 1336، فرزند 8م خانواده. مرحوم پدرم پزشک بودن. به این علتم میگم چون معروف بودن به طبیب اخلاق و واقعیت مطلب اگر من یک مختصری شمه‌ای از اخلاق پزشکی حرفه‌ای باش مواجه شدم، از بچگی مواجه شدم، رفتار و منش پدرم بود که اصلا رو سنگ مزارشون هم طبیب اخلاق نوشته شده. 41 ساله، یعنی مهر که میاد 41 ساله که تو سیستم بهداشت درمانم. از قبل از سربازیم چند ماهی شروع کردم، بعد سربازی و بعدم اولین مسئولیتم مسئول بهداری اردکان بود، هم شبکه بهداری هم مرکز بهداشت. بعد برای ادامه تحصیل رفتم خارج از کشور، بعد مسئولیت دانشکده دندان پزشکی به عهده‌ام بود، هم راه اندازیش هم مسئولیتش. مدتی معاون پژوهشی دانشگاه بودم. عرض به حضور شما مدتی هم مسئول دانشگاه بودم، دانشگاه علوم پزشکی بودم. تو چندین شورا و کمیته مربوطه سلامت در وزارت بهداشت بودم. عرضم به حضور شما 3 دوره عضو هیئت مدیره نظام پزشکی بودم و 1 دورش هم مسئول نظام پزشکی شهرستان و استان بودم و چند سالی هم هست که عضو شاخه دندان پزشکم هستم، عضو شاخه دندان پزشکی فرهنگستان و علوم پزشکی هم. عرضم به حضور شما اینها یک مرکبیه که رو کاغذ سیاه کردم، اینه که و الان هم در خدمت شما هستم. تو رشتم در دندان پزشکی رشتم جراحی لثه بوده، ولی علاقم در کنار حالا رشته اصلیم به 2 چیز بوده. یکی بحث عمومی سلامت دهان، که بحث اجتماعی، و یکی هم اخلاق حرفه‌ای. این 2 هم در کنار درس اصلیم این درس‌ها رو هم میگفتم برای دانشجو. آقای دکتر، خیلی تجربه گرانبهایی شما دارین. خب جاهای مختلف سمت‌هایی داشتید. یکی از مواردی که راستش من خیلی شنیدم و دوست دارم بالاخره یک بار از
کلام خودتون بشنوم و هم کلام شیم در موردش، موضوع اخلاق حرفه‌ای و اخلاق پزشکیه که عدین شده با نام شما. حالا این که شایعات این قسمتش این از تواضع شماست. اگر بتونیم یه خورده در مورد این نگاه شما به اخلاق پزشکی و حتی با نگاه خاطر محوری، حتی با مثال، با این مدل هم بریم جلو با هم دیگه و یه خورده در مورد این حوزه با هم دیگه صحبت بکنیم، خیلی ازتون ممنون میشم. نگاهی که شما از قبل داشتید و الان داشت اتفاق افتاده، حتی اگر پدر مرحومتون اگر موضوعی به یادتون میادش، همه اینا رو اگه یه خورده با هم دیگه یه بسیار جمع‌بندی در مورد اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای صحبت کنیم، چیزی که راستش یه خورده این روزا هم نیازه صحبت بکنیم، ممنونتون. حالا چون به خاطر و چیز اشاره کردید، نگاه های من حداقل من دو جور نگاه به این قضیه دارم. یکی نگاه سنتی به امر اخلاق که در هر حرفه‌ای، در هر کاری، در اصلا زندگی بشر باید زندگی توأم با اخلاق باشه. افلاطون میگه که همینطوری که رویش گیاهان، حیات موجودات به تابش آفتاب وابسته است، زندگی بشر هم به ایده خیر وابسته است. یعنی ایده خیره که زندگی بشر رو سر پا نگه داشته. این فکر کردن راجع به خیر، راجع به کار خیر و امر خیره که بشر رو سر پا نگه داشته. خب این یه تعریف عرضم به حضور شما بسیط و ساده است. هر تعریفی، هر موضوعی برای اینکه تو اجتماع ساری و جاری بشه ظرف میخواد. باید در قالب یک ظرفی ریخته بشه که بشه تو اجتماع 1 2 3 این کار رو عملی کرد. اخلاق حرفه‌ای یا اسم دیگه‌ای که بهش میگن تعهد حرفه‌ای، در یک بعد وسیع‌تر تعهد حرفه‌ای میگن. من اینجوری حالا تو کلاسام اینجوری میگفتم، جایی اگه صحبتی کردم اینجوری میگفتم که ما یه بحث داریم اسم تعهد اجتماعی. جامعه‌ای که با هم زندگی میکنه، هر کسی متصدی یک شغلی است و همه این مشاغل دست به دست هم زندگی روزمره ما رو تدارک میبینند در شؤون مختلف، مستلزم تعهده. اگر الان مأمور عزیزی که تو اداره برق یا تو کارخونه برق داره کارش رو انجام میده، کارش رو خوب انجام نده، این برنامه ما تعطیل میشه. اگر اون کسی که متصدی نظارت بر تهیه و توزیع شیر پاستوریزه است تو کارش خللی باشه، 50 تا مسموم روانه بیمارستان ها میشن. بنابراین یه بحث بالاتری به اسم تعهد اجتماعی. تعهد اجتماعی حالا تو صنوف مختلف ببینید شما، تو کشاورزی اگر اون تعهد حرفه‌ای نباشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ تو هر چیزی و از همه مهمتر تو تبلیغات. من حتی میگم تو تبلیغات هم تعهد حرفه‌ای باید باشه، وگرنه چقدر مردم گمراه میشن تو با تبلیغ. حالا بگذاریم یه بحثی هست به اسم تعهد حرفه‌ای در امر سلامت. قدم اول اینه که ما اصلا حرفه رو تعریف کنیم. ما به چی میگیم حرفه؟ حرفه به آموزش سازمان یافته است که برای دستیابی به یک شغل اون آموزش داده میشه، یا به عبارتی که به شغلی که بعد از یک آموزش سازمان یافته یه دوره‌های آموزشی سازمان یافته شغلی ایجاد میشه. اون شغل یک حرفه است دیگه، چون به این جهت حرفه است برای اینکه باید حتما اون دوره آموزشی طی بشه. خب عضو یک حرفه شدن امتیاز میاره برای فرد، امتیاز برای فرد. مردم یه اعتباری برای اون حرفه قائل میشن، یه تعهدی به دوش حرفه میذاره. این اعتماد مردم یه تعهدی میذاره رو دوش حرفه و منی که عضو این حرفم دارم از اعتبار حرفه استفاده میکنم و دارم از اعتبار خوشنامهای در حرفه استفاده میکنم، یه تعهداتی هم رو دوش من هست. در خودبینانه ترین فرم اینه که حرفه خودم رو حفظ کنم. این خودخواهانه ترینش که این حرفه‌ای که به من اعتبار داده من اعتبارش رو حفظ کنم. اما معقولانه ترین فرمش اینه که من اعتبار این حرفه رو تو جامعه حفظ کنم، جامعه‌ای که بهش اعتبار داده.
از اینجا این تعهد حرفه‌ای نشأت میگیره. پس این تعهدات من نسبت به حرفم که حرفم نسبت به جامعه یک تعهداتی داره. حالا در عالم سلامت این تعهد بسیار عمیق‌تریه، چون یک طرفش حیات مردم و سلامت مردمه و اعتماد فوق‌العاده‌ای که من به هر صنفی خب لازم اعتماد داشته باشم که یک صنفی مراجعه بکنم، اما اگر اعتمادم هم یک کمی سست شد ضررش ممکنه آنچنانی نباشه. ولی تو حوزه سلامت به هر حال تعهد سنگین‌تر از این حرف باید باشه و اون اعتماد و اعتبار هم باید سنگین‌تر از این حرف باشه. این تعهد حرفه‌ای، حالا من تو عالم سلامت باز اینجوری بگم، پزشکی یک علمه که از طریق حرفه پزشکی به مردم منتقل میشه. بله. ببینید من علمی رفتم خوندم، ولی این باید در قالب یک حرفه مطبی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، داروخونی، در قالب یک حرفه، یک شغل، یک فعل و انفعال این باید به مردم منتقل بشه. پایه های این پلی که داره، پایه های این پل تعهد حرفه‌ای. اگر این تعهد حرفه‌ای سست بشه مردم به این پل اعتماد نمی‌کنن. اگر من در کارم تعهد نداشتم مردم به این پل اعتماد نمی‌کنن. بنابراین از این زاویه اگه وارد بشیم، تعهد حرفه‌ای جزء لاینفک حیات یک حرفه است. حالا یکم دقیق‌تر بگم، حیات سالم یک حرفه است. و اگر حرفه بخواد حیات طولانی مدت و دائم داشته باشه باید حیاتش سالم باشه، نمیتونه از مسیرهای غلطی رو طی کنه. اگر هم یک وقتی مدت کوتاهی به بیراهی افتاد باید سریع بتونه مسیر خودش رو دوباره بتونه پیدا کنه. حالا این تعهد حرفه‌ای رو چه چیزایی تهدید میکنه؟ یکی از تهدیداش تهدید ذاتیه. حالا تو تعهد حرفه‌ای سلامت یکی از اصولش مقدم دونستن منافع بیمار بر منافع خود. کار آسونی نیست. در تعهد حرفه‌ای در حوزه سلامت یکی از ارکانش مقدم دونستن منافع بیمار، خیر صلاح بیمار بر صلاح خوده. مثال خیلی ساده، پزشک در کشیک شب نمیخواد نصف شب باشه بره بیمارستان در آنکالش، خیلی راحت تره بخوابه. مثال خیلی ساده، خیلی راحت تره، ولی منافع سلامت بیمار و منافع بیمار و نفع بیمار ایجاب میکنه که من پاشم برم. من شیفتم تموم شده، به هر دلیل شیفتم تموم شده، این بیمار الان به من محوله. صلاح اینه که من بمونم تا مطمئن بشم که صلاح بیمار اینه که من بمونم تا مطمئن بشم که بیمار به مشکل بر نمیخوره، تا دوستم بیاد، تا دوستم توجیه بشه و مطمئنا منم در زندگی شخصیم یه سری مسائل دارم، یه برنامه‌ای ریختم بخوام برای بعد از شیفتم، یه برنامه ریختم، ولی اینجا ایجاب میکنه که من از این نفع خودم به سود نفع بیمار کنم. تازه موارد خیلی کوچیک و پیش پاورده‌اش رو گفتم. عرضم به حضور شما یکی دیگه از ارکان تعهد حرفه‌ای مهارت منه، دانش و مهارت من. اگر من مریضی مراجعه میکنه، کاری از من میخواد که من واقعیت مطلب مهارت دیگری رو بیشتر از خودم میدونم، در هر حرفه اتفاق میفته. همه ما هم میدونیم که در این کار به خصوص مهارتی که بیشتره یا خودم کجای این طیفم، اینو به هر حال میدونیم. کارم خطیره، اینجا اقل مطلب این است که من باید مشورت بگیرم، این اقل مطلبه و نهایت مطلب اینه که اگر لازم شد کار این بیمار رو به دوستم محول کنیم یا با هم این کار رو انجام بدیم. ولی ورود به حرفه، من دست به کاری بزنم، از اصول تعهد حرفه اینه که من دانش و مهارت، بعضی وقتا من دانش دارم ولی مهارت دست ندارم، به خصوص تو حرفه‌ای که مثل جراحی اونا که هم دانش لازمه هم مهارت دست لازمه. اینم از ارکان تعهد حرفه‌ایه. عرضم به حضور شما و آماده بودن برای خدمت.
آماده بودن برای خدمت که تقریبا شبیه اون همون قسمت اوله که اولویت دادن منافع و خواست بیمار بر خواست خودم. اما چه چیزایی تهدید میکنه این تعهد حرفه‌ای رو؟ یک، تهدید ذاتی. ذات هر بشری نفع خودش رو میخواد، عیبم نیست. عیب نیست. همه مردمی که صبح از خونه میان بیرون برای گذران زندگی میان بیرون، برای کسب روزی میان بیرون و هیچ عیبی هم در این کار نیست. عیب نیست از اینکه من به خاطر کسب روزیم عرضم به حضور شما کار دیگری رو انجام ندم، مشروط بر اینکه این کار دیگری به کسی مشروط بر اینکه ضرر نزنه. بنابراین من پزشک مثل هر انسان دیگری حق دارم که خودم هم از مواهب زندگی استفاده کنم. بنابراین این یک چیز ذاتی اینجا هست. اون چیزی که مهمتر از تهدید ذاتیه، تهدید اجتماعی و سازمانی. حالا من این یکم بازتر بکنم. اخیراً چند سالیه که مجله لنست، میدونید ژورنال لنست که از مجلات بسیار معتبر پزشکی، یه سری مقاله چاپ کرده ظرف چند سال گذشته، سری البته پشت سر هم بوده، چند سالی که به این مبحث پرداخته، به اسم Commercial Determinant of Health، تعیین کننده های تجاری سلامت. ما یک چیز داشتیم به اسم Social Determinant of Health، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، عوامل اجتماعی که بر سلامت تأثیر میذارن که آقای دکتر فرزادی یه گوشه‌ای بهش اشاره کردن. یه بحث دیگری پیش اومده، تعیین کننده های تجاری مؤثر بر سلامت، شرکت های دارویی، کمپانی های سازنده تجهیزات پزشکی. البته این تاثیرگذاری هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت داره. قطعا تجهیزات پزشکی که میاد در سایه صنایع بزرگ میاد به سلامت بشر کمک میکنه. البته به خود سلامت کمک نمیکنه، به حفظ سلامت کمک میکنه، به اعاده سلامت کمک میکنه. خود سلامت رو خلقت به ارمغان آورده به طور عام و ما باید حافظ این سلامت باشیم. حالا این تجهیزات برای حفظ این سلامت و اعاده این سلامت کمک میکنه، ولی آثار سو هم داره. این تجهیزات چون جزء یک صنعت باید بچرخه، صنعت باید بچرخه، چرخش باید بچرخه، باید فروش داشته باشه. چون باید فروش داشته باشه باید مشتری هم داشته باشه. ما یه بحثی داریم در سلامت به اسم نیازهای القایی. بله. میدونید حتما. نیازهای القایی از دل این پروسه میاد بیرون. از دل این پروسه میاد بیرون و میتونه اگه مهار نشه و کنترل نشه میتونه عرض به حضور شما باعث اختلال در عمل سلامت. من نیاز القایی رو میدونم چیه، فقط برای اینکه شاید بعضی از آدمایی که میشنون یا میبینن این پادکست رو در جریانش نباشن، اگه توضیح در مورد نیازهای القایی بفرمایید ممنونتون میشه. ببینید حالا شاید دوستانی که پادکست رو میبینن از این جمله من خیلی خوششون نیاد، نپسندن، ولی نوع جراحی‌های زیبایی نیاز القاییه، چون از ارکان سلامت نیست. ایرادی نداره، کسی دوست داره انجام بده، من پزشکم انجام بدم، هیچ منعی نداره، عرفاً قانوناً چه منعی نداره، ولی نیاز ضروری سلامت نیست. بله. نکتهش اینه، نیاز ضروری سلامت نیست. حالا برای همه ملموسه، چون میدونه اون کسی که اگر انجامم نداد، عرضاً به حضور شما من پلکای بالام هر دوتاش بی جهت سن یکم افتاده است. خب این جراحی هم داره این کار، هیچ منعی هم نداره، ولی من اگه به خودم القا نکنم همچون جراحی لازم ندارم. چون سلامت هم دچار مشکل نیست. چون سلامت هم دچار مشکل نیست. حالا این رو بذارید در کنار شرایطی که امکانات امر سلامت، امکانات سلامتی محدود باشه و قسمتی از این امکانات صرف نیازهای القایی بشه. نتیجهش چی میشه؟ یک عده تو جامعه نیازهای ضروریشون برآورده نمیشه. خب دو چهار تا سبد محدوده به هر حال. ولی سبد محدوده، این امکانات محدوده. یکی از چیزایی که تو اخلاق حرفه‌ای هست که به عهده
به عهده طبیب هست در اخلاق حرفه‌ای پزشکی اینه که در شرایط کمبود امکانات و کمبود منابع بتونه عادلانه، چه به صورت فرد چه به صورت سیستم یه وقت این تعهد حرفه‌ای متوجه فرده، یه وقت متوجه سیستمه. سیستم هم باید بتونه از امکانات محدود طوری برنامه‌ریزی کنه که بیشترین افراد نفع ببرن. من حتی نمیگم که 100% افراد، ممکنه جایی 100% نشه واقعیت مطلب، به جهت دسترسی، به جهت بعد مسافت و حالا شاید حد اکثر جامعه نتونه از همه خدمات بهره ببره، ولی خدمات پایه باید برای همه فراهم باشه. خدمات پایه هم به عهده دولت هاست. از بخش خصوصی نمیشه انتظار خدمات پیشگیری داشته باش، یا به عبارتی که حالا امروز میگن جزء وظایف حکومتیه. خدمات پایه که از جمله پیشگیری جزء وظایف دولتی که همه و معمولا پیشگیری باید رایگان باشه، که مثلا واکسیناسیونی که کشور ما رایگانه، خدمات پیشگیری باید رایگان باشه که همه مردم، محروم ترین مردم هم بتونن استفاده بکنن. عرضم به حضور شما بنابراین در موضوع تعهد حرفه‌ای گفتیم، رسیدیم به این که چه تهدیداتی داره. تهدید ذاتیش که تو ذات بشره، تهدید اجتماعیش تو سازوکارهایی که تو جامعه شکل میگیره. تبلیغات خیلی موثر، به خصوص الان که ابزار تبلیغات تو دست همه هست و طبیعیه کسی که برای کارش تبلیغ میکنه، برای حرفه تبلیغ میکنه. و نکته این که یه عده واسطه هم برای این تبلیغات، اون واسطه میخواد به هر حال من یه چیزی بهش، یه کاری ازش خواستم بهش محول کردم، اون میخواد خیلی شسته رفته، خیلی مؤثر این کلیپ تبلیغاتی رو، این محصول تبلیغاتی رو تحویل من بده، منم بذارم تو اجتماع از حاصل این نتیجه ببرم. خب این هم مطلب رو یکم پیچیده‌تر کرده، هم خطرپذیری موضوع رو بیشتر کرده. من حالا تو حوزه پزشکی خودمون دیدم، گاهی تو فضای مجازی تبلیغاتی میشه که نه در شأن حرفه پزشکی، نه در شأن جامعه است، نه با سلامت مردم اونطوری که باید و شاید دغدغه مؤلفه های اصلی سلامت مردم رو داره. این خب اینا باید یک جوری روش تعهد حرفه‌ای ایجاب میکنه. حالا همین الان بگم یه بابی برای تعهد حرفه‌ای باز میشه اینجا تو این بحث تبلیغات. چه بابی باز میشه؟ انجمن‌های علمی. من اصلا نمیگم انجمن علمی مقابله بکنه با تبلیغاتی که هست، بیاد اون چیزی که درسته رو به مردم بگه، سوالات مردم رو انجمن‌های علمی یک شاخه‌ای باید داشته باشن برای تبلیغات، برای در واقع معرفی رشته و حرفه و بیماری‌های مرتبط با حرفه به مردم، و اینکه مردم خواه و ناخواه اطلاعات رو از فضای مجازی میگیرن که ممکنه تعدادیش درست یا دقیق نباشه. حداقل من احتیاط بکنم، حداقل این که دقیق نباشه، که آدم فنی اطلاعات رو نداده. عرضم به حضور شما بنابراین این بحث تعهد حرفه‌ای، حالا اسمش اخلاق حرفه‌ای بذاری یا تعهد حرفه‌ای، یک جنبه فردی داره، دو جنبه حرفه‌ای و صنفی داره، جنبه اجتماعی داره و جنبه عرضم به شما آموزشی در دوره آموزش دانشجوی پزشکی، داره. حرفه‌های مختلف روحیات مختلفی رو می‌طلبند. مثلا من با روحیم شاید روحیه مناسبی برای اینکه تو کار نظامی باشم نیست، به عنوان مثال، یا روحیه مناسبی برای اینکه برم تو بازار معاملات بورس و این حرفا شاید اصلا نداشته باشم. امر سلامت و امر طبابت که حالا بخشی از سلامته، حالا اینم یک کوچولو من میگم راجبش، روحیه نوع‌دوستی بالایی لازم داره. یعنی فرد باید از روحیه نوع‌دوستی خیلی بالایی برخوردار باشه. این که منافع خودش رو، آسایش خودش رو فدای آسایش بیمارش بکنه، یک جور نوع‌دوستی سرچشمه میگیره. تو بعضی از کشورها میدونید رشته پزشکی مستقیم از دبیرستان نمیره پزشکی، یه دوره 4 ساله لیسانس میگذرونه. لیسانس تو رشته‌های مشخص، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، علوم پایه در واقع. بله. یه لیسانس میگذرونه، بعد میاد یه دوره 4 ساله یا 5 ساله پزشکی میگذرونه.
اون دوره 4 ساله اول یک دوره‌ایه که فرد هم خودش رو محک میزنه، هم اون مصاحبه بعدی، مصاحبه هم هست تو خیلی از کشورها، فقط کنکور نیست، فقط اون امتحان ورودی نیست، مصاحبه هم هست. تو مصاحبه هم تا حدود روحیات من محک زده میشه. درست. با ابزارهایی که هست، ابزارهایی که امروز هست دیگه. و اگر روحیه من هم حتی مناسب دیده نشد برای پزشکی و پرستاری، مناسب تشخیص داده نمیشم برای اینکه بیام تو این رشته بخونم. پس یکی از چیزایی که اون قسمت اول تعهد حرفه‌ای، مقدم دونستن منافع بیمار و مشکلات بیمار بر منافع خودم، بر راحتی خودم، این تو بحث نوع دوستی باید سراغش رفت و شدت این مطلب در افراد. حالا ممکنه که کسی بگه که این احساسی برخورد کردن با قضایاست، ولی نه، ما آدمایی میبینیم که تو خیابون رد میشیم، یه سگی صدمه دیده، 50 نفر از کنارش رد میشن، فقط نگاه میکنن، 2 نفر وای میسن یک کاری براش میکنن. این داریم میبینیم به چشم. عرضم به حضور شما، نه اصلا حالا شاید مثال خوبی به جهات فرهنگی سگ مثال خوبی نباشه، یا تصادفی میشه، وای میسن افراد کمک میکنن، ولی خب من وای نمیسم کمک کنم، شاید روحی من به درد پزشکی، شاید روحی هم به درد پزشکی نمیخوره. عرضم به حضور شما، خیلی خوب. من اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم تا اینجا فرمایشات شما رو، میتونیم بگیم که در واقع اون اخلاقه توی علم در حرفه پزشکی همون جمله اول شماست. یعنی در واقع مسائل بیمار یا مسائل دیگران بر منافع خودم مقدم باشه. یعنی همه موضوع دیگه هم که صحبت میکنیم باز حول و حوش این موضوع داریم. اگه اون یکی حاصل نشه بقیه‌اش فایده نداره. ببینید مثل اینه که ما کلی راجع به سیستم برق اینجا صحبت بکنیم، اینجا این تعبیه شده، اونجا این تعبیه شده، این برای این منظور تعبیه شده، برد این لام انقدره، ولی کلید کنترل رو نزنیم، اون کلید اصلی پشت کنترل رو نزنیم، بقیه اینا حالا هر زحمتی هم کشیده شده، بله شاید کلید اصلیش تو اون قسمت باشه. جالبه. من یک زمانی کتاب آموزه های مایو کلینیک رو میخوندم دکتر، اونجا میگفتش که بیمار در بیمارستان های مایو کلینیک قبله است و نیاز بیمار اول و آخره. یعنی و حتی یک جاهای داستان های تعریف میکنن که بر بعضی از بیماری ها که تو خود مایو هم درمان وجود داشته، ولی چون درمان بهتری تو یک مرکز درمانی دیگری بوده ارجاش میدادن اونجا. و دقیقا الان من خیلی بهتر میتونم اون قسمت کتاب متوجه بشم که مقدم دونستن نیاز بیمار بر نیازهای چیز. من توانایی‌های خودم رو میدونم، نیاز این بیمارم الان میدونم، این که روشن هر دوش بر من روشنه، میدونم که فلان همکارم هم تبحرش تو این قسمت تجربهش حداقل بیشتر از منه. بله. باید استقبال بکنم از این که برم به سمت این که از ایشون کمک بخوام. بله اینجا خودم رو به تعبیری، حالا من به خود شکستنم نمیگم این رو، به تعبیری خودم رو شکستم که این بیمار رو نجات بدم. اصلا وظیفه من، قسمتی از وظیفه من اینه که وقت خودم رو بشکنم که یک مشکلی برای کسی دیگه‌ای پیش نیاد. اونم من یه خدا مرضی بدم به یکی از اساتیدم که اخیراً 2 هفته پیش فوت کردن، خانم دکتری بودن در مشهد به اسم خانم دکتر ستاره، بسیار اخلاقی بودن و ما خیلی چیزی از ایشون یاد گرفتیم. درس تو دانشکده دندانپزشکی درس بیماری‌های دهان با ایشون بود. سرکار خانم دکتر تأکیدشون تو هر جلسه این بود که بچه‌ها همیشه حق رو بدید به بیمار ولو اینکه ناحق بگه. همیشه حق رو بدید به بیمار ولو اینکه ناحق بگه، چون او درد داره، او با درد اومده پیش شما. و این من 40 سال پیش، 40 و چند سال پیش شاگرد ایشون بودم، هنوز شاگردشون هستم تا در حیات بودم، ولی به طور رسمی این هنوز تو گوش نه تنها من، ما تو این گروه همکلاسیایی که تو فضای مجازی داریم بارها این تعداد همکلاسیامون این جمله خانم دکتر رو بعد از فوتشون که خبر فوتشون گذاشتیم تکرار کرده بودن. ببینید اینم اثر معلمه. بعد از چندین سال هنوز این جمله استادم تو گوشم زنگ بزنه، چون جمله اخلاقی بود، چون جمله اخلاقی به هر حال تو ذهن جای خودش رو باز میکنه.
محیط آموزشی، حالا مطالب اخلاقی جزوه میشه، کتاب میشه، پاورپوینت میشه، درس میشه، ولی هیچی مثل الگوی خود استاد نیست. یکی از چیزهایی که بسیار مؤثره در دانشجوی پزشکی در طبابت بعدیش الگوهایی که داشته. این الگوام عینیه. من تو بخش میدم استادم چطور داره با بیمار رفتار میکنه، چطور با همراه بیمار رفتار میکنه، چطور گوش میده به بیمار، ولو اینکه مطالبش میدونه تکراریه. جمله اول که گفت میدونه تا آخر چی میخواد بگه، ولی تا آخرش وای میسه گوش میکنه. چرا؟ چون اگه گوش نکنه بیمار دیگه به این آدم اعتماد نمیکنه. خب بگذاریم، میفرمودید شما. عرض میکردم موضوعی که میفرمایید خب موضوع درستیه، اما الان ما خیلی دچار یک مسئله شدیم که نگاه جامعه به این سمت سو رفته که پزشکی هم متاسفانه خیلی تجاری شده به نظر میرسه. یعنی به نظر اینه که این نیازهای القایی خود فراتر از حتی موضوعات زیباییه، حتی بعضی از مسائل سلامت هم که نیازی نیستش برای بعضی از تخصصا. برای مثال بعضی از شهرها بحث آنژیوگرافی، یعنی دیگه خیلی بحثی که خیلی ساده است. به تحقیقی انجام داده بودم فکر کنم بالای 50% از آنژیوهایی که انجام می‌شدش اندیکاسیون در واقع نداشتن، یعنی بعدش هیچ چیزی اتفاق نیفتاده، پیگیری درمانی نیاز نداشتن. خب این یک ناامنی ایجاد کرده، یه بدبینی ایجاد کرده. این موضوع که تجاری شدنه چه من تو 2-3 دقیقه یه مطلبی اول راجع به خود سلامت خدمتتون عرض بکنم. ما تو ترجمه 2 تا لغت تو زبان فارسی ما خوب ترجمه نشد، دقیق ترجمه نشد. یکی هلث بود. هلث رو ما بهداشت ترجمه کردیم، ولی که بهداشت نیست، سلامته. هلث سلامته. سلامت موضوعش با بهداشت متفاوته. سلامت یه چتر عامه. نکته دیگری که ما هلث کیر سیستم رو، نظام‌های مراقبت از سلامت رو به خدمات سلامت، تازه خدمات سلامت هم نه، خدمات درمانی، ما تا سالها اسم بیمه‌مون هم بیمه خدمات درمانی بود، به خدمات درمانی ترجمه کردیم. وقتی بحث سلامت یک امر وجودیه که باید ازش مراقبت بشه. ما در سطح جامعه و خیلی از مسئولین، حالا خصوصا مسئولین غیر پزشک، امر سلامت با امر طبابت قاطی شده. طبابت کی میاد رو؟ وقتی که سلامت خدشه‌دار شده باشه. وقتی سلامت برقرار باشه که طبابت لازم نیست. ولی الان طبابت خیلی پررنگ‌تره. چرا؟ چون نیاز ملموسه. نیاز ملموس جامعه است، ولی مسئولین باید امر سلامت بیشتر بپردازن. اسم نظامم نظام مراقبت از سلامته. مراقبت کنیم که سلامت از دست نره. حالا از دست رفت، باید بله یه کارایی بکنیم، بحثی توش نیست. قسمتش هم طبابت و درمانه. این اونطوری که باید شاید جا نیفتاده. عرضم به حضور شما موضوع تجاری شدن. ببینید تجهیزات پزشکی بسیار گران قیمت الان و اونایی که میسازن طوری هم میسازن که این دستگاه 10 سال عمرشه، بعد ورژن بعدیش میاد، دستگاه بعدیش میاد، مدل بعدیش میاد. این مدل دیگه حتی اگه کارایی هم داشته باشه کیتش نیست مثلا. حالا من دقیق نمیدونم. این نتیجه این که دائم این هزینه رو دوش نظام سلامت هست، دائم هست. و اگر کسی استفاده نکنه، اونی که این سرمایه گذاری رو کرده سرمایه‌اش هدر میره. کسی دیگه ببینید این توی چرخه‌ای افتاده، ناخودآگاه یا خودآگاه نمیدونم، ناخودآگاه توی چرخه‌ای افتاده که لازمش اینه که افراد مریض بشه. بیمارستان وقتی ایجاد شد تختش پر میشه، تخت بیمارستان پر میشه، برای اینکه این باید بچرخه. این چرخه تو تجاری شدن بحث نگاه تجاری به سلامت، حالا نگم تجاری شدن به سلامت، من چند تا اصطلاحات رو برای این چیز نکنم یادداشت کردم که بگم که در تعهد حرفه‌ای، در نگاه تعهد حرفه‌ای، نگاه پزشکی معمول، حتی نگم تعهد حرفه‌ای، ما میگیم بیمار. در نگاه تجاری به سلامت میگیم مشتری. بیمار یک بار معنوی قوی منتقل میکنه، حتی لفظ بیمار بار عاطفی منتقل میکنه، بار معنوی منتقل میکنه، ولی مشتری بار
بار عاطفی منتقل نمیکنه، بار معنوی هم منتقل نمیکنه. مشتری، حالا من چه مشتری مطب به کسی مشتری مطب به من باشه، چه مشتری مغازه من باشه که بیاد شیر و شکلات و یه چیزی بخره بره، این خیلی فرقی نمیکنه. در لفظ من دارم میگم، لفظ خواه و نخواه الغای خودش رو داره. در نگاه پزشکی معمول، پزشکی اخلاقی، پزشکی معمول ما میگیم پزشک، طبیب. در نگاه تجاری میگیم ارائه دهنده خدمت. در اون نگاه میگیم اعتماد، تو اون نگاه میگیم سوء ظن. من اگر شک کردم که شما اگه شک، ببخشید من بگم بدل خودم بگم، شما اگه شک کردید که من نگاه تجاری دارم، به حرف منم اعتماد کامل نمی‌کنید. من پزشک به حرفم ممکن اعتماد کامل نکنید، برای اینکه سوء ظن اگه ببرید که من دنبال نفع خودمم، نفع معقول هیچ ایرادی نداره. اما اگه شما حس کردید که از یک کمی از نفع معقول رد شده، ما تو نگاه تعهد حرفه‌ای میگیم مراقبت. من باید مراقبت از سلامت بکنم. تو نگاه تجاری من دارم یه جور واسطه‌گری میکنم، هرچی پول بدی آش میخوری. مرحوم برادرم پزشک 20 سال پیش فوت کرد، سرطان گرفت و ایشون در کانادا برای مداوا رفته بود، بچه‌هاش مترف. وقتی بستری شده بودن به خانم برادرم گفته بودن که مریضتون چقدر میخوایی بمونه دیگه براتون. خب خانم داداشم معلم دانشگاه و پزشک اینجا بوده، خیلی این مطلب براش گرون اومده بود، اصلا نتونست حذف کنه که یعنی چی. دخترشون که اونجا بوده و ساکن و درس میخونه گفتن نه این چیز غیر عادی نیست اینجا، شما بگن اگر انقدر پول بدید 1 سال مریضتون میمونه، اینقدر هزینه کنید. تازه اونجایی که بعضی مقررات هم خیلی سفت و سخته. بله. خیلی سفت و سخته. حالا اونجا مراقبت، اونجا چونه زنیه تو نگاه تجاری به قضیه، تو نگاه تجاری به قضیه. تو نگاه تعهد حرفه‌ای من دارم یک خدمتی ارائه میدم، یک خدمتی انجام میدم برای بیمار. اونجا دارم یک کالایی به مشتری میفروشم. دارم یک کالایی به مشتری، یعنی نوع دو طرف تعامل خیلی نگاهشون فرق میکنه، بله. احساسشون فرق میکنه. اینجا دارم راجع به یک سری ارزش‌ها صحبت میکنم، ارزش‌های انسانی صحبت میکنم. اونجا راجع به مرز سود و ضررم دارم. تو نگاه تجاری دارم من سود و ضرر مؤسسم رو دارم میبینم. اینجا راجع به درمان دارم صحبت میکنم، اونجا راجع به سود چقدر این. ما تو کلاس دانشکده به دانشجوام گفتم که مبادا یه وقت دهن مریضی که باز میکنه دو چرکه بندازید تو این دهن چقدر پول در میاد. بله قطعا شما خدماتی انجام میدید، یه کارایی انجام میدید که حق و زحمتتون رو میگیرید، ولی با نگاه سلامت فرد به همون کاری که میکنید با این نگاه بهش نگاه کنید، همون درآمدم گیر شما میاد، حالا یکم کمتر یک کمی بیشتر. و تو این طرف تو نگاه تعهد حرفه‌ای وقتی خدمتی انجام دادم، وقتی مراقبتی انجام دادم، یک افتخار برای خودم هست در ذهن خودم که یک کاری برای کسی انجام دادم. تو نگاه تجاری امتیاز به امتیازام اضافه شده. درست. این دو تا نگاهی که میتونه، البته این که بگیم کل نظام سلامت در دنیا رفته به اون سمت، اصلا اینطور نیست. انسان‌هایی هستند که نظام سلامت رو به عهده دارن و مجریان نظام سلامتن، مؤثرین در نظام که اونها هم انسانن، دارن به انسان‌های دیگری خدمت میکنن که انشالله عمدش بر مبنای سلامت محوری باشه. بله. ولی خواه و ناخواه مسائل تجاری میتونه تو این در واقع مقایسه‌ای بود از این مقایسه‌ای بود که میتونه به اون سمت میل کنه. سلام. که من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگم چون از اون زمانی هم که بله باید گذاشتم و خیلی ازتون ممنون میشم اگر لطف کنید یه خاطره‌ای هم از پدر مرحوم بفرمایید. من عرض کنم من متولد ناینم 1136. پدر من اون موقع ناین طبیب بوده، اول طبابتش در ناین بوده که منم اونجا به دنیا اومدم. چندین سال پیش، شاید حدود 30 سال پیش، تا هم تابستون بود، من عصر چهارشنبه از ناین رد می شدم که برم اصفهان.
لبنیاتی وایسادم یه چیزی بخرم، حالا بستنی یه چیزی، اون موقع دیابت نداشتم، بستنی مجاز بودم بخورم. یکی از بستگان ما که سالها ساکن ناینم بر حسب بسیار اتفاق تو مغازه بود، تو لبنیاتی بود، سلام علیک و احوال پرسی و یه آقای جوونی هم تو مغازه، این صاحب مغازه بود، فروشنده بود. هیچ بستنی ما رو دوستمون حساب کرد، ما حساب نکرد. رفتیم اصفهان و از قضا من جمعه که بعد دوباره برمیگشتم بر حسب کاملا اتفاق رفتم همون مغازه. اون آقای جوون بود، خب به طب اون دوستمون آموخش ما نبود، یه آقای میون سالی هم بود. من تا وارد مغازه شدم اون جوون من رو شناخت، به اسم صدام کرد. حالا پدر من 40 سال قبل از این ناین بوده، قبل از اون واقعه، 40 سال قبل از اون واقعه. به اسم صدام کرد. تا رفتم نزدیک، اون آقای میون سالی براندازی کرد و گفت که ناینیا، شروع کلمه‌شون با جون. گفت جون باید پسر دکتر هایریان باشی. گفتم بله. اولین جمله، خدا من جمله بعدش بود، گفت ممکن است آدم خوبی باشی، ولی آقات نمیشی. خب من اصلا نمیشنم. بعد بسیارم درست گفت، بسیار درست گفت این چیزی گفت. بعد گفت برادرت علی کجاست؟ گفتم علی مشهده. گفت من با علی همکلاس بودم. یه سال سرماخوردگی خیلی بدی زمستون اومده بود ناین. ما کل خانواده 2 روز از خونه نرفته بودیم بیرون. غروب روز دوم یک کسی در خونه رو زد. دهه 30، ناین دهه 30. گفت که پدرم لنگنگون خودش کشون پشت در رو دید که دکتر هایریانه. پرسید که آقای دکتر، کسی از خونه ما بیرون نیومده، چطور شما فهمیدید که ما مریض داریم اومدید؟ گفت من از بچه‌هام پرسیدم که این 2 روز بچه‌های کیا نیومدن مدرسه. خب و علی گفته که بچه‌های فلانی نیومدن. و من بلند شدم اومدم عیادتتون و مرحوم پدر ما به نقل از مادرم وقتی از ناین رفتیم که من بچه بودم، پدر من با قرض کوچه و بازار از ناین رفت. یعنی مقروض کوچه و بازار بود. این هم تبابتش بود. خدا رحمتش کنه. شما رو حفظ بکنم. خیلی ازتون ممنونم دکتر. نمیدونم، حالا من پراکنده گفتم. نه خیلی عالی بود، استفاده کردین. ولی از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. سلامت باشید. خیلی ممنونم ازتون. لطف کردید. مرسی. خدا نگهدارتون.